روزتون بخیر و با شادی باشد دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازی خوبیم و چخاله که گفتم سرکتی سالت نشون میدیم. سالت تیاری خوشرو شده. من یاد تش خوردم این روز دیگه با مزه که خوشرو شده. نگو آش ببینید با مزه که خوشرو شده. هم خروستیاش هم در تناوش پیریپراو را کشیدگی. باید اگر هم پیریپراوی سرخ بزنید. اگر برای تیز شدنشون аҷика بزنید باید براگی خوشرو میشه. برای چی که کودکا که چخاله گفتم نمیخورن و برگلی هم نداختم چی هم سبزی هم نداختم. سبزی را میخورن نداشتم راستیگه. انم خیلی با مزه که خوشرو شده دوستان عزیز. هم خروستیاش شده هم نگاه سوچنی خوشرو اومده با مزه اومده. نه حتما تیار کنید. به یگان ددیلگی تیار کرده میتونید. خوشرو می اومده. اینه نمیخواد اینجا باشه. ما هواش روزی تیار میشه میرویم صدیق. دوستان عزیز در اینجا باشه خواستم کمی شما به شما نشون بدم که ما هم پدیزمون میرویم. همینجا این روز کتی همسایه ما نوبت کردگی امروز دیگر ما میرویم. برای ما نشان دادم که یکم ببینه چقدر چنگه با میرویم نشان میدم. سحر روزه ساعت 7 حاضی خوانگ بوده که بگیم. ما برآمدم همینجا را برو گفتم هم آدم نیسته برای همسایه های سیسی نمیرم. برای ما گفتم تیز کک برو بشکم تازه کدمونم. این روز نوبتی ما بود. هر هفته یا تمام میرویم میشه که برای ما این روز نوبتی ما بود. برای ما اینم خاله گرفتم تازه کده شکیدم. گفتم یه بار برای شما نشان بدم که تازه کردن پدیزمونه. نه که من خواستم تلفنمونم رفتنم نشان بدم. با گفتم یکی همسایه میایه برای همی کم ترگم خیلی نشان دادم. اینم خیلی دوستانی عزیز. روزتون بخیر دوستانی عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستین. ما هم شکرانه خدا سازیم خوبیم و پیش از شروع کردن همین ولاگ میخوام یک اپا ماندین نوشته بود که دعاگوی در حق دخترم که صحت سلامت بیایه و پیش میاد دکومنتش مونده. خدا جان همه را به پدر و مادرش برسونه، همه فرزنداره و همیشه دعاگو هستیم دوستانی عزیز. در اینجا باشه من نمود شیرینی مومگی تیار میکنم. اینجا به ما لازم است اینجا آب در درنش نمک داختگیم. از این را زوله میگیرم آرد او قچی هم به ما لازم نمیشود و حولای ای خربز ده. اینم خیلی حولا تیار کردگیم. ما در قشلاق آوردن اینم خیلی و من خواستم همه شیرینی را تیار کنم. ما این را غلمندی میگیم. اگه نمیدونیم دیگرها چی میگن. هم خیلی مامام غلمندی میگو. فازی هم خیلی تیار میکنیم. زوله میگیریم. از همی آب قطعی همی نمک یک جایه کرده زوله را میگیرم. زوله نباید سخت بیاید، نباید سست. همی رنگ خمیر میشوریم. باید هم خیلی بیاید. شروع میکنیم. از همه ندارم دوستان عزیز که ما را دستگیری میکنید. در کامنتر یک گپای خوب مینویسید. اینجا باشه نم خیلی خمیرشم میگیرم میشم با نشان میتیم چه خیلی باید بیاید. اینم خیلی دوستان عزیز ملایمش قامت میگیریم. دروک کلچه چکده میمونیم. هر کس چنی سکواراتکش میکنه. بعد تنوگ میکنیم. من نمیخواه بکنم تنوگ کنم. چنی سکواراتکا میشه. کلچه چایی میده کده میمونیم. همون سکواراتکا تون چند قیاسته همون بکنید. کسی که کدگی نیسته که با فکرم هم از زنهای توجیه کدگی هنو با من خواستم که امیره یک بار دیگر نشون بدم. نمی خیلی چین سکواراتکا میکنم. هر کس چین سکواراتکای خودش کلچه چکدم بعد نشون میتیم میمونیم. 10 منوت دم میگیره. بعد تنوگ میکنیم شونه. دوستان عزیز ایما ایمو یا زوله 24 تا майда شی روشونه پشونده میمونم. دم بگیرن 10 منوت. بعد گرفته تنوگ میکنیم میپزیم شونه. با دوستان عزیز اینجا باشه دم گرفتن. این عادتش همی انگام کتیمه چی کدسته گفتگم خیلی بکنیم با سوزه. بعد اولای طاوق میموندین نده کنیم طاوق
ما فقط دام پختنشون دیدگیمو چیشه پختنش دیدگیم تمام خوردن شود هوایده با در طبق میموندن مخصوص خیلی آرد کده هوایی حوزی تنگ میکنیم خیلی همین چی را یک کم کدگیوشو بگیریم تنگ کدام بگیریم همین چند سکوارودکه چه خیلی که گفتیم یا سیم براش گفتیست حالی میگید بیزار کدی با اون سکوارودکه هر کس خیلی چند سکوارودکه خودش کنه با نگید که زولویتی قومه در موقع دوستان عزیز انمی خیلی سکوارودکه رو ماندون گرم شید این همی چی را تنو کدگیم تنو کشمقایی میمونم هر دو طرف شروع کده میپزونم خیلی که میدونید این نانی تنوک دراو میپزه همی یه مینود اسنوشه یه مینود اسنوشه هم فقط تیسه از پخته میگیریم چه نیست که برات کم اومده این ای طرف شا گرداندم باید هم خیلی شوه خیلی سب سرخ باید نشوه دوستانی عزیز اینمی خیلی پخته گرفتیم اینمی هر یک قبطشتا کم ترکی آب زدم برای که این خیلی خشروق خط شوه نداره اینم خیلی پخته گرفتیم نمی بینمی با پیچوندون انا کچ میکنیم ایو رو میگیریم دامی بولوشون ای همی حولو میشکیم بعد میپیچونیم باز نشون میتیم با دوستان عزیز انمی خیلی جنگم میشکه به همی طرز باید بشکیم نمی در نیمش میشکی بعد خط میکنیشه خط کی کدی هم خیلی با خیلی بسیار آدم ها ممکن بودن کسانی که نمیدونن برای ما ایره با ورینی زردولو هم میکنن لیکن مزهش با ورینی با همی حولای سوچگی دوستان عزیز انمی خیلی تیار شد اینجا در روغن ماندم انکو میمونم بریان میکنیم تیز بریان کردن تیز میگیریم نمی دو طرفش بریان میکنیم اینم خیلی پختن دوستان عزیز میبردارمشون دوستان عزیز اینم خیلی پخته نیمش پخته با اینمی یک بریده نشون بتیم تونه بعد همجا ویدیو رو با پایان میرسونیم خیلی با دست میکنن جوشه بس که جوشه برای همون اینه هم میگیریم و گزیده میخوربم موازه کده دوستان عزیز نمی خیلی در اینجا باشه ویدیو رو با پایان میرسونیم تا ویدیو آینده در پناه خدا باشه خدا نگهدار هر یک ما و شما باشه حتما تیار کنید